clock will kick out. Out of time. Working clock. Shut the فیلم با یه صحنه ترسناک شروع میشه که نشون میده سرتاپای یه زن پر از خونه و همینطور که داره روی یه زنجیر تاب میخوره گریه میکنه. لحظاتی بعد فکر خودکشی به سرش میزنه و همینطور که داره نفسهای آخرش رو میکشه یه دستگاه عجیب از دستش روی زمین میفته. بعد سکانس به زنی به اسم الا پاتل تغییر پیدا میکنه که توی جشن سیسمونی دوستش شانا قبل از تولد فرزندش حضور داره، ولی ظاهراً بحث و گفتگوها توی جمع دوستانه خیلی باب میلش پیش نمیره، چون همه اونجا در مورد بارداری و بچه دار شدن صحبت میکنن. الا یه معمار با تجربه است که به مدت 10 سالی زندگی شاد و خوب با همسرش ایدن پاتل داشته. با وجود اینکه الا سنی نزدیک به 40 سال داره، بچه‌ای نداره و همچنان هم دلش نمیخواد داشته باشه، چون دوست نداره سختی‌های دوران بارداری و زایمان را تحمل کنه. توی جشن دوستاش ازش میپرسن که کی میخواد بچه دار بشه و الا در جواب بهشون میگه که از زندگی الانش راضیه. دوستاش که اینو میشنون تعجب میکنن که چطور یه نفر بدون داشتن بچه میتونه خوشحال و راضی باشه. توی خونه هم ایدن دلش میخواد بابا بشه و یه خانواده داشته باشه، ولی با این حال به تصمیم الا احترام میذاره چون دوست نداره اون رو مجبور به کاری کنه. Ella, when are you and Aiden gonna have kids? Ella doesn't want kids. Why don't you want kids? Well, You want kids. The family is everything. I have a family. Don't worry, your clock will kick in. I mean, what do you do all day without kids? یه روز الا با تشویق همسرش پیش یه دکتر به اسم دکتر وبر میره تا آزمایش سرطان سینه بده. به این خاطر که مادرش هم توی همین سنین به خاطر سرطان سینه فوت کرده بود. قرار بود این آزمایش فقط یه معاینه ساده و معمولی باشه، ولی ظاهراً دکتر وبر هم نگران تصمیم الا برای بچه دار نشدنه. برای همین هم به الا میگه که سن بارداریش با بقیه زنها فرق میکنه و با دارو و درمان مناسب ممکنه نظرش در مورد بچه دار شدن عوض بشه. سپس در ادامه حرفاش در مورد یک کلینیک صحبت میکنه که دارن روی یه داروی هورمونی جدید روی خانم‌ها آزمایش میکنن تا سن بارداریشون رو تنظیم کنه. بعد از الا میپرسه که اگه تمایل داره یه سر به این کلینیک بزنه، ولی الا با بهونه مشغله کاری قبول نمیکنه. با این حال دکتر وبر شماره تماسش رو به الا میده و میگه اگه نظرش عوض شد باهاش تماس بگیره. بعدتر در همون شب پدر الا یعنی جوزف برای شام به خونه ایدن و الا میاد. همونطور که دارن کنار هم شام میخورن، جوزف بحث بچه دار شدن رو وسط میکشه و این باعث میشه که الا عصبی و ناامید بشه. در ادامه حرفاش به طور غیر مستقیم بیان میکنه که از اونجایی که معتقده که الا از نسل بازماندگان جریان هولوکاسته، جوزف به شدت منتظر داشتن یه نوه است تا بتونه نسلشون رو ادامه بده. جدا از این بحث‌ها، شبکه‌های اجتماعی الا هم پر از محتویات مربوط به بارداری و عکس بچه است. همه اینا باعث میشه که الا حس کنه که داره همه رو ناامید میکنه و میترسه که واقعاً شاید یه مشکلی وجود داشته باشه. I've been through this a million times and I'm happy with or without kids. I really wish I believed them. There's a couple of empty chairs at the table. Dad, can we not? نصف شب همینطور که درگیر پروژه‌های کاری خودشه، پیشنهاد دکتر وبر رو دوباره یادش میاد. بعد از کمی فکر کردن تصمیم میگیره که یه سر به اون کلینیک بزنه، ولی به خاطر اینکه مطمئن نیست که تأثیری روش داشته باشه در مورد این قضیه چیزی به همسرش نمیگه. صبح روز بعد الا با این بهونه که چند روزی برای کارهای دفتری خونه نمیاد با ماشینش راه میافته. با این حال حین رانندگی با رئیسش تماس میگیره و با وجود اینکه معماری همیشه شغل رویایی و مورد علاقش بوده، به رئیسش میگه که تا مدتی نمیتونه پروژه رو ادامه بده. بعد برای ثبت نام به سمت همون کلینیکی که دکتر وبر معرفی کرده بود حرکت میکنه. در اونجا تعداد زیادی نماد بی‌نهایت که توی نقاط مختلف کلینیک وجود داشتن به چشمش میخوره. کمی بعد یه دکتر به اسم دکتر سیمونز پیشش میاد و در مورد یه داروی آزمایشی که برای کمک به زنهای مثل الا ساخته شده توضیح میده. از روز بعد دوره درمان الا شروع میشه. در اولین جلسه دکتر سیمونز متوجه اختلالی در الا به اسم توکوفوبیا میشه یا همون ترس از بارداری و زایمان. بعد آزمایش رورشاخ رو روی الا اجرا میکنه. توی این آزمایش چند تا کارت جلوی الا میذاره و ازش میپرسه که چی میبینه. الا جواب میده که 3 تا چیز میبینه: تصویری از یک زن قد بلند، توده‌ای از حشرات و ساعت پدر بزرگش. بعد دکتر سیمونز یه برنامه درمانی به همراه چند تا دارو براش مینویسه. در دومین جلسه دکتر سیمونز و الا در مورد تصاویری که الا در جلسه قبل دیده بود صحبت میکنن. الا توضیح میده که توده حشرات نشونه تروماییه که خانواده‌اش حین جریان هولوکاست تجربه کردن. اتفاقی که طی اون نازی‌ها یهودیان رو مثل حشره نابود و سر به نیست می‌کردن. در ادامه الا بیان میکنه که ساعت پدر بزرگش هم تنها یادگاری از خانواده‌شون قبل از جریان هولوکاسته و با دیدنش یاد کفن پدر بزرگش میفته.
این صحبت‌ها نشون میده که الا چه فشارهای فکری رو از سمت خانواده تحمل میکنه. دکتر سیمونز بعد از شنیدن حرفهای الا میگه قضیه حشرات و ساعت پدر بزرگ احتمالاً به خاطر ترسیه که از زمان هولوکاست نسل به نسل منتقل شده و الان هم به الا رسیده و به خاطر همین هم هست که اون از بچه دار شدن و آوردن یه بچه یهودی به این دنیا میترسه. بعد دکتر در مورد زن قد بلند سوال میکنه، ولی الا در مورد این یکی هیچ نظری نداره. در ادامه همین جلسه دکتر سیمونز پیشنهاد میکنه که الا یه دستگاه کوچیک رو داخل بدنش ایمپلنت کنه تا بتونه باردار بشه. بعد توضیح میده که این دستگاه علاوه بر اینکه برای همیشه داخل بدنش باقی میمونه، داروها و هورمون‌هایی رو آزاد میکنه که به فرایند بارداری کمک میکنن. الا که در مورد این پیشنهاد هنوز مطمئن نیست، به دکتر سیمونز میگه که بهش یکم فرصت بده تا فکر کنه. It is the singular evolutionary goal of a species to procreate. That is our purpose. الا وقتی به اتاقش برمیگرده اتفاقات آزاردهنده‌ای تجربه میکنه. اول از همه میبینه یه حشره روی تختشه، ولی وقتی میخواد بکشتش به طرز عجیبی ناپدید میشه. الا متوجه میشه که دچار توهم شده. بعد تیک تاک مداوم ساعت اتاقش اون رو اذیت میکنه. الا سعی میکنه ساعت رو غیر فعال کنه، ولی ساعت همینطور به تیک تاک کردن ادامه میده. الا که دیگه نمیتونه این اتفاقات رو تحمل کنه، با عجله بیرون میره و یکی دیگه از بیماران کلینیک رو میبینه که بهش سیگار تعارف میکنه. همطور که اونا مشغول صحبت با هم دیگه هستن، اون زن دیگه میگه که شب آخرش توی این کلینیکه و حس میکنه که انگار یه جورایی فارغ التحصیل شده. بعد از یه گفتگوی کوتاه اون زن خداحافظی میکنه و از الا دور میشه. به محض اینکه از اونجا میره، ناگهان الا متوجه حضور زن قد بلند میشه و از روی ترس به یکی از اتاقها پناه میبره. الا که حس میکنه گیر افتاده، با همسرش تماس میگیره و با شنیدن صدای همسرش یک آروم میگیره. روز بعد الا وارد مرحله بعدی درمان میشه. مشخص میشه که توی این مرحله الا برای بهبود اختلالات روانی مربوط به بارداری باید وارد یه مخزن بزرگ بشه. به محض اینکه وارد مخزن میشه، تصاویر وحشتناکی از زایمان میبینه که باعث میشه از شدت ترس داد و فریاد کنه. همون لحظه الا التماس میکنه که بذارن از مخزن بیرون بیاد. کمی بعد درب مخزن باز میشه و میبینه که همون زن قد بلند درست در مقابلش وایستاده. الا که وحشت زده شده سعی میکنه فرار کنه، اما حین فرار پاش لیز میخوره و باعث میشه پیشونی ضربه بخوره و بیهوش بشه. بعد از مدتی دوباره هوشیاریش رو به دست میاره و میبینه که دکتر سیمونز کنارشه. الا در مورد زن قد بلند سوال میکنه، ولی دکتر میگه که اون زن فقط یکی از پرستارهای کلینیکه. با وجود اینکه دکتر سیمونز به عنوان مدرک ویدیوی ضبط شده اتفاقات داخل و خارج مخزن رو به الا نشون میده، الا متقاعد نمیشه و تصمیم میگیره به خونه برگرده. ولی دکتر سیمونز بهش میگه که انتخاب الا اختیاری و داوطلبانه بوده، برای همین باید به تصمیمش پایبند باشه، وگرنه درمان بی‌نتیجه میرسه. We administer a newly engineered synthetic hormone, pair that with cognitive behavioral therapy, and the option of an implant. Deep breath. I might be a tough case. You're not a case to me, Ella. You're a human being. And the best kind, too. What kind is that? در آخرین روز از دوره، دستگاه داخل بدن الا ایمپلنت میشه و به مدت حداقل 3 هفته نباید رابطه جنسی داشته باشه. الا بعد از اتمام دوره به سمت خونه راه میفته، ولی در بین مسیر توهمات و تصاویر آزاردهنده همینطور به سراغش میان. اون ناگهان همون زن قد بلند ترسناک رو در وسط جاده میبینه که باعث وحشت الا میشه. بعد از مدتی رانندگی الا بالاخره به خونه برمیگرده، اما ایدن متوجه تغییر در رفتار و شخصیتش میشه و در موردش از الا سوال میکنه. ولی الا فقط تظاهر میکنه که به خاطر رانندگی و طولانی بودن مسیر خسته شده. جدا از همه اینها، الا به طرز عجیب و غیر منتظری میل شدیدی به تخم مرغ پیدا میکنه. برای همین زرده خام تخم مرغ‌ها رو بلافاصله بالا میکشه و از گلوش پایین میره. همینطور که روزها میگذره، وضعیت سلامت الا بدتر و بدتر میشه و همچنان همون توهمات قبلی رو تجربه میکنه. بعد سکانس تغییر پیدا میکنه به روز تولد الا. ایدن و الا دوستاشون از جمله شانا رو برای جشن دعوت کردن. از اونجایی که الا یه معمار حرفه‌ای، شانا ازش درخواست میکنه که یه طرح زیبا روی اتاق بچهش که قراره به دنیا بیاد پیاده کنه. حین جشن تولد، الا به طور مداوم به شکم باردار شانا نگاه میکنه و از شانا اجازه میخواد که بذاره به شکمش دست بزنه. وقتی شانا قبول میکنه، الا سرش رو روی شکمش میچسبونه. این حرکت همه رو شگفت زده میکنه، چون این اولین باریه که الا توی عمرش به بچه علاقه نشون داده.
ولی بعد اتفاق عجیبی میفته. توهمات قبلی دوباره سراغ الا میان و اون یه حشره بزرگ روی شکم شانا میبینه و به همین خاطر ازش میخواد که همینطور ثابت و بی حرکت بمونه. سپس الا فوراً یک کتاب برمی‌داره، ولی تا میخواد به شکم باردار دوستش ضربه بزنه، ایدن و یکی دیگه از دوستاش جلوشو میگیرن تا به شانا و نوزادش آسیبی نرسه. در صحنه بعد الا به یه فروشگاه ابزارالات میره تا برای تزیین اتاق بچه شانا رنگ بخره. در همین حین متوجه میشه که نمیتونه رنگ‌ها رو به راحتی از همدیگه تشخیص بده و یه جورای کور رنگی گرفته. همون لحظه الا یه تماس از دکتر سیمونز دریافت میکنه که ازش میپرسه آیا عوارض جانبی به سراغش اومده یا نه. الا با وجود داشتن اختلالات روانی اخیر ادعا میکنه که همه چی مرتبه. بعد از تماس الا به خونه شانا میره تا کارش رو شروع کنه، ولی متاسفانه از اونجایی که توهمات درست مثل یک فیلم جلوی چشماش مرور میشن و فکر و خیال آزاردهنده صحنه مخزن سراغش میاد، قادر نیست تمرکز کنه. بعدتر در همون شب ایدن و الا یه سر به خونه پدر الا میزنن و در کنار همدیگه آلبوم قدیمی عکسای خانوادگیشون رو ورق میزنن. در همین لحظه با یه عکس مخفی از مادر بزرگ الا مواجه میشه که به نظر میرسه همون زن قد بلندی بوده که الا توی توهماتش میدید. اینجا مشخص میشه که ترس و وحشت‌های الا به ترومای نسل‌های گذشته‌اش برمیگرده و الا هم نمیخواد این ترس‌ها به کس دیگه‌ای منتقل بشه. الا که دیدن عکس مادر بزرگش و تیک تاک کردن ساعت پدر بزرگ اون رو آشفته کرده، تصمیم میگیره از اونجا بره. وقتی به خونه میرسه تازه متوجه میشه که داروهاش رو توی خونه شانا جا گذاشته. با وجود دیر وقت بودن با عجله به خونه شانا میره تا اونا رو بگیره. اینجاست که شانا متوجه میشه که الا اتاق رو با کشیدن نقاشی‌های وحشتناک روی در و دیوار به فنا داده. در همون لحظه کیسه آب شانا پاره میشه و شانا به درد میفته. الا به قدری از این اتفاق حیرت زده میشه که آب رو از روی زمین بر میداره و با دست به صورتش میماله. سپس شانا رو مجبور میکنه که همونجا زایمان کنه، ولی این تلاش‌ها فقط باعث میشه که از خونه بیرون بندازنش. بعد از مدتی الا یه تماس از پدرش دریافت میکنه که میگه سقوط کرده و روی زمین افتاده. الا با عجله به خونه پدرش میره تا بهش کمک کنه، ولی فقط صدای تیک تاک ساعت پدر بزرگ توی گوشش میپیچه. الا که دیگه از این قضیه خسته شده، صبرش لبریز میشه و با یه وسیله ساعت رو نابود میکنه. 2 هفته از دوره درمان میگذره و میل الا به بچه دار شدن یهویی زیاد میشه. اون این قضیه رو با ایدن در میون میذاره و اون زوج تصمیم میگیرن که همون لحظه رابطه جنسی داشته باشن. اما با این وجود در حین رابطه دستگاه ایمپلنت شده داخل بدن الا مزاحمت ایجاد میکنه و باعث آسیب دیدن و خونریزی ایدن میشه. وقتی الا با عجله میره تا گاز پانسمان رو از کیف ایدن بیاره، نماد بی‌نهایت کلینیک رو روی کیف ایدن میبینه. اینجاست که مشخص میشه که ایدن تمام این مدت در مورد کلینیک میدونست و عمدن دکتر وبر رو مجبور کرده بود که کلینیک رو به همسرش معرفی و پیشنهاد کنه. ایدن که دستش برملا شده توضیح میده که فقط میخواسته الا با خواست خودش بچه دار بشه. الا که حس خیانت شدن بهش دست داده، مستقیما با ماشین به کلینیک و پیش دکتر سیمونز میره و تقاضا میکنه دستگاه ایمپلنت شده رو از بدنش خارج کنن. با این وجود دکتر جواب میگه که دستگاه از همون اول قرار نبود برداشته بشه و اگه این اتفاق بیفته ممکنه الا دیگه اصلا نتونه بچه دار بشه. الا با شنیدن این حرف یهویی میزنه زیر گریه. سیمون سعی میکنه اون رو آروم کنه، ولی الا همون موقع متوجه میشه که کل این فرایند درمان در حقیقت فقط برای ایجاد توهماته، درست مثل توهماتی که الا از مادر بزرگش داشت. فرایندی که فقط خانم‌ها رو مجبور میکنه که احساس خاصی داشته باشن، احساسی که جامعه به جای اینکه بذاره خانم‌ها خود واقعیشون باشن فقط توهمات رو بهشون القا میکنه. الا بعد از پی بردن به این موضوع خودش به تنهایی دستگاه رو از بدنش جدا میکنه. به محض اینکه این کار رو انجام میده، حس طبیعی زندگی سراغش میاد. رنگ‌هایی که داخل توهمات غیر قابل تشخیص بود دوباره پدیدار میشن و الا در نهایت حس میکنه که همون زنی شده که قبلا بوده. زمان زیادی نمیگذره که پلیس به کلینیک میرسه و دنبال الا میگرده، ولی الا فوراً با ماشینش از اونجا دور میشه. در همون لحظه ایدن باهاش تماس میگیره و مشخص میشه کاری که الا توی خونه پدرش انجام داده رو به پلیس گزارش داده. اینجاست که الا اتفاقات گذشته رو مرور میکنه و به یاد میاره که به خاطر اثرات داروها به جای اینکه ساعت پدر بزرگ رو نابود کنه، در حقیقت پدر خودش رو کشته. الا که از این حقیقت به شدت ناراحت و سرافکنده میشه، در کنار جاده نزدیک صخره توقف میکنه. بعد از ماشینش پیاده میشه و خودش رو تسلیم پلیس میکنه. همین که پلیس ها دارن بهش دستبند میزنن و میبرن، ناگهان الا پا به فرار میذاره و طی یک پایان غم انگیز از صخره میپره پایین و به زندگیش پایان میده. سکانس آغازین فیلم هم داشت زنی رو به تصویر میکشید که همون دستگاه داخل بدنش ایمپلنت شده بود. زندگی این زن با توهماتی که به سراغش اومده بود نابود شده بود.
برای همین هم تصمیم گرفت کار خودش رو تموم کنه، درست مثل الا.